ببخشید من میخوام برم سمت هنگام. چجوری برم؟ سمت هنگام شما باید برید بالا اول بعد حالا باز دیگه سوال کنید سخت میشه میگم سمت بالا. چقدر طول میکشه؟ خیلی عجله دارم. آره چیز دادم مسیریاب بزنم سریع ترین هنگام دیگه. پارک القدیر. پارک القدیر؟ بله. تو اینجوری حرف میزنی؟ شما چیکار چی میگه؟ هیچ ولش من داشتم رد می‌شدم نظرمو جلب نه جلب نکن. جلب نکن اصلا به شما کنم. کاری نداشت. یه بار دیگه بگو القدیر. چیکار داری؟ خجالت بکش. زشته داداش زشته برو. من زشت چیزای دیگه هست. برو باش. جان من یه بار بیا برو دیگه زشته دارم بهت میگم دیگه. تو تعیین می‌کنی زشت؟ آره من تعیین می‌کنم. گردن کلوف‌بازی دارم. گردن کلوف‌بازی دارم ادب داشته باش. زشته واقعا زشته. چرا؟ طرز حرف زدن زشته خب نمیتونه یعنی چی الان؟ چرا نمیتونه؟ بگو. آقا بیا برو ازش از شما نشون بده میتونی. توانایی تو نشون بده. خجالت بکش برو پی کاره. 3 بار بگی من میرم با من. میخوام برم عجله دارم. 3 بار بگو برو پی کاره. 2 بار بگو. یه بار بگو. بیا بذار ادب بده. خجالت هم نمیکشه. اصلا ادب ندارم شما دخالت نکنید. من دارم با ایشون حرف میزنم. بیا برو دیگه بیا برو اذیتمون نکنم. یه اتفاق افتاده اصلا نداره. بگو 3 بار بگی من نمیرم اصلا. چه نسبتی اصلا داری به من؟ به تو مادرم چه؟ هستم. داری باش تویی میکنی. بیا برو دیگه دارم بهت میگم. بیام یا برم؟ برو. قربونت بشم عزیزم اذیت نکن. بگو بیا بخند. میخندیم ناراحت نشین. انقدر مسخره میکنن. عوضیان. چیز عادیه خانم منم مشکل دارم. من دندونم مشکل داره. بعد مستقیم بریم. رفت هم بلدی بخونی؟ بهش خوشت میاد نصیحت کنم؟ موزه زمان همین نزدیکه. من موزه مکان رو بلدم اگه بخوای داداش دنبال چی میگردی؟ یه ذره بیکارم گفتم یه ذره سرگرم به کار خودت نمیخوام سرگرم. من دارم با خانم حرف میزنم شما دخالت نکن. بیا من بلدم راهشو. کجا میخوای بری؟ موزه مکان؟ نمیخوام تو بگی. موزه زمان. خب اگه این ولی هست باشه اشتباه داره بهت میگه اصلا اونجا نیست. داملگی بگو دیگه مستقیم باشه. خب بعد که مثلا بفرمایید شما مسیرتون اونوریه پس اونوری خدافظ. ترسیدم این وقت درگیرشیم بابا مهم. ببخشید من عذر میخوام ازتون. شما ببخشید. دوستان علی خب پیاده بخواین برین شما تا سرسبز باید برین بالا. فاصله‌تون رو حفظ کنید. من نگرانم خانم. سر تکون نده واسه منو. مادر ادب کردن شما رو وقتی یکی یه مشکلی داره یه چیزی داره کاری نداشته باشی سرتو بکنی تو لاک خودت را بری. لاک پشت بودم میتونستم این روش رو پیش ببرم. لاک پشت باشه این ببر. لاک پشت باشه. جالب بود. برو دیگه برو آدرس خودم بهش میگم. من با موتورم میخوای برسونم. خب بیاین ما بریم. میخواین زنگ بزنم جایی اگه اذیتتون میکنم؟ نه چی گفته؟ شخصیتشو نشون میده. چی گفته؟ شما نمیتونی من بگی خدافظ یا سلام. چرا میتونم بگم خدافظ؟ اینو کدوم خیابونه؟ اما که اینجایی موزه زمان اینجاست. یکم پایین تر بریم کوچه یکتا
یکتا رو برید چقدر طول میکشه؟ اینجا زده 7 دقیقه. دروغ میگه بیشتر از اینا. میری یا نه؟ یا نه؟ درست؟ گفتم بفرمایید دیگه. خدافظ. نمیخوام بفهمم. آقای من مسیر اونوری میخواد من پیاده میرم. خواهد حمایت واسه ما نگیر. شما بفرمایید من راهنماییش میکنم. دارم میبینم. جز اذیت کردن چیزی بلد نیست. نه شوخی اذیت نیست. روشن داری و مسخره بازی در میاری. چیز کشریه. منم بلدم این کارو بکنم. بکن ببینم بهش بگو 3 بار بگه شیفت از تو بخوام. مگه من مثل تو هم هیچی نمیتونه مثل من باشه. نه از مریضی که اصلا همتا نداری. بیاین تا یه جایی با هم بریم. نه کار نریم بیرون. دوری مخفی داری میگیری؟ آفرین. حدس میزنم و گفتم یه جایی بریم. نمیخواد نگه. نمیخواد. فشارم رفت بالا اصلا از یه جا به بعد. خیلی خوبی فشارم رفت بالا. اونجاست. کجا پخشش می‌کنی؟ یوتیوب. بگرد علی عصبی شد. منم میدونستم گفتم خیلی دنبال اینه که داستان درست کنم و بریزم سر طرف مثلا. نه بابا توی شلوغی بعد اصلا نمیشه. الان چه داری مخفی توی روز؟ دوربین اینجا. خیلی چیزه خیلی با ادب و همه چیش میزونه. بعد دلم نمیاد قشنگ نتونم بود. کنم.